رسانه نشریه علمی میراث جنوب غربی آسیا. عنوان مقاله: آسیاب قناتی آربالا، میمه، استان اصفهان، ایران. بازخوانی معماری و سیستم هیدرولیکی. نویسندگان: علی شهابی نژاد و بردیا یوسفی. گوینده پادکست: شبنم شلویری. میخوایم یک نگاهی بندازیم به داستان تاریخی آسیاب آربالا تو شهر میمه. ببینین قضیه اینه که این آسیاب آبی با آب قنات معروف مزدآباد کار میکرده که خودش ثبت یونسکوه. یه زمانی میشه گفت قلب اقتصاد اون منطقه بوده. اما الان چی؟ خب الان تقریبا یه ویرانه است، ولی یه ایده خیلی جالب وجود داره که میتونه دوباره زندش کنه. نکته اول موقعیت مکانیشه. آربالا یعنی همون آسیاب بالا. چرا؟ چون در بالاترین نقطه نسبت به بقیه آسیاب ها بوده. این یعنی اولین جایی بوده که آب قنات بهش میرسیده. نتیجهش چی بوده؟ اینکه برخلاف بقیه میتونسته تمام سال کار کنه و خب این برای زندگی مردم فوق‌العاده مهم بوده. دوم اینکه چطور دانش از دست رفتش رو بازسازی کردن. ببینین این آسیاب تا حدود دهه 1350 فعال بوده، اما خب هیچ سند نوشته شده ازش وجود نداره. پس چطور میشه تاریخچش رو فهمید؟ پژوهشگران یک کار جالب کردن. رفتن سراغ حافظه زنده مردم منطقه، با چند نفر از اهالی قدیمی مصاحبه کردن و بر اساس همین خاطرات برای اولین بار نقشه فنی و معماری آسیاب رو بازسازی کردن. واقعا جالبه. و نکته آخر، پتانسیل فوق‌العاده‌ایه که برای آینده داره. از اونجایی که قنات مزدآباد هنوز فعاله، میشه خود آسیاب رو دوباره راه انداخت تا آرد تولید کنه. ولی یه ایده خیلی بزرگترم هست، اینکه آربالا بشه مرکز یه جور منظومه گردشگری آبی و به بقیه آسیاب‌های قدیمی و حتی یه یخچال تاریخی تو همون منطقه وصل بشه. خلاصه که آسیاب آربالا فقط یه مش سنگ و آجر در حال تخریب نیست، بلکه نمادی از دانش بومی ماست که میشه با تکیه بر حافظه تاریخی مردم اون رو از یک ویرانه به یک مرکز مهم گردشگری و فرهنگی تبدیل کرد. میراث جنوب غربی آسیا.